بیاد پیشتون با خوشحالی. آب اسفنجی کارتون فوق‌العاده پرطرفدار اما در عین حال پرحاشیه. چند وقتی میشه که شایعاتی مبنی بر اینکه این کارتون بر اساس 7 گناه انجیل ساخته شده رواج پیدا کرد. اما حالا بیایم با هم بررسی کنیم ببینیم ماجرا اصلا چیه. شخصیت اول، شخصیت باب اسفنجی، هوس و شهوت. باب اسفنجی اشتیاق بسیار زیادی داره تا هر چیزی رو که میخواد به دست بیاره. از سرخوشی بالایی برخورداره. پاتریک تنبل. پاتریک شخصیتی فوق‌العاده تنبل، کم‌هوش و تأثیرپذیر داشته و به همین دلیله که کاملا متأثر از فردی مثل باب اسفنجیه. اختاپوس اختاپوس احساس میکنه کسی قدردان خلاقیت و استعداد اون نیست، به همین دلیله که همش عصبی و بد اخلاقه. سنجاب تکبر و خودشیفتگی. سندی ورزشکار و کارات بازه، تنها مخلوق روی زمینه که در میان گروه ماهی‌ها زندگی میکنه. خودش خیلی میباره و مغروره. خرچنگ حرص و طمع. خرچنگ به شدت طمع به دست آوردن پول داره. برای به دست آوردن پولم حاضر هر کاری انجام بده. اصلا حاضر نیست راز موفقیتش رو به هیچ کسی بگه. حلزون یا همون گری، شکم پرستی. حلزون توی این کارتون غیر از خوردن کار دیگه انجام نمیده، فقط تو تمام کارتون داریم میبینیم که در حال خوردنه. پلانکتون حسادت. پلانکتون به شدت به موقعیت آقای خرچنگ حسادت میکنه و هی داره سعی میکنه تا راز موفقیت اونو به دست بیاره. حالا به نظر شما اینا درست بود؟ اگه فکر میکنی درسته یا حتی فکر میکنی خرافاته برامون کامنت بذار. راستی ممنون میشم سابسکرایب کنید.